هی گایز چطوری بچه ها؟ خوش اومدید به ویدیو. امروز با پارت 2 ویدیوهای مهدی داب. پارت 1 فوق‌العاده ترکوندید. فکر نمی‌کردم تا این حد از این ویدیو خوشتون بیاد، پس اومدم که براتون پارت 2 شو بسازم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. خوشتون حتما این چنل منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظرات خودتون رو برام کامنت کنید. حتما بدون معطلی بریم شروع کنیم ویدیو رو. لیتس گو. خب قبل از اینکه شروع کنیم، کسایی که پارت 1 ویدیوهای مهدی داب رو ندیدن میتونن از طریق لینکی که این بالا میاد برن و ویدیو رو ببینن. با هم بریم شروع کنیم پارت 2 ویدیوهای مهدی داب رو. اگر به قدرت به ریاستی برسم، قطع و یقین در رابطه با این ممنوعیت هایی که گذاشتم باعث عصبانیت شدن، باعث این شدن که خیلی از شغل هایی که در این فضای مجازی داشتن کار میکردن اینا تخریبش کردن. جلوش خواهم گرفت و با قاطعیت جلوش خواهم ایستاد. آنچه که ما انجام خواهیم داد در رابطه با ثبات و امنیت. چی جذاب شدم و بذار یه چند تا عکس خودم بگیرم. بد شد. به خدا داشتم جلو آینه عکس میگرفتم. بیا ثابت کن. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میگم داشتم جلو آینه عکس میگرفتم. به خدا این عکسم بیا. شارژم تموم شد. الان گوشیو میزنم به شارژ نشونتون میدم. زشته بابا جان. کجای تربیت تو اشتباه رفتیم؟ وای دیگه نه تا این حد بچه‌ها. یکی از بهترین بلاگرای اینستای ایران و کلا اینستای فارسی واقعا مهدی دابه. کسی که واقعا حقش بوده تا این حد فالوور داشته باشه واقعا مهدی دابه. بریم بر ویدیو دوم. من می‌خواستم جا خالی بدم که نخوره بهم. یو پاش لیز خور نزدیک بود با سر بخوره زمین. بعدش گفتم مرد حسابی چرا داری این کارو؟ بفرمایید راحت باشید. نهار خوردی؟ نه نمیخورم. بیا. نه تعارف نمی‌کنم بخوری. بابا بیا دیگه، چرا تعارف می‌کنی؟ باشه من برم کیفم بزنم تو الان میام. برای چی گفتی بیا سر سفره؟ دیگه گفتم گشنشه، خسته از تعارفی زدم. شیطونه. این از ما بدبختره. بذار بیاد لقمه بخوره بره. بسم الله نگید فقط. اومدی؟ بیا. خب چه خبر؟ کاروبار چطوره؟ کاروبار که کساده ولی میگذره. الان کجا مشغولی؟ پیش یه سری مسئولین. چیزی هم یاد میگیرن؟ نه برای کارآموزی میرم. باز هم اختلاسی دیگر. آقای کخ مدیر عامل شرکت واجبی سازان 4000 میلیارد اختلاس کرد. اینا دیگه دست شیطون پشت بستن. آره والله راست میگه. این کیخه رو که این ترم 2 واحد درسشو برداشتم، برای چی فرار کرد؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچ دیگه، باید برم این ترم درسشو حذف کنم، به جاش 2 واحد چگونه مردم رو بدبخت‌تر کنیم بردارم. اون درس چگونه منابع طبیعی و دریاچه‌ها رو به خوش کنیم پاس کردی؟ آره اونو ترم قبل پاس کردم، تخصصی بود. چه جوری مردمو بدبخت کردن. آره شیطونه میگه هر چی از دهنم در میاد بهشون بگم. چیزی نگفتم که. خدایا شکرت. بابا خانم دست درد نکنه. گوش شیطون کرد، عجب غذایی درست کردی. چیکار به من داری عزیز جان؟ گوش من برای چی کرد؟ حواسم نبود. چیکار داری؟ هنوز با ما قهری؟ زشته بعد یه عمری هنوز داری با ما قهر میکنی. از خر شیطون بیا پایین. قهر ندارم من. کی این ضرب المثل رو گفته؟ من با موتور میرم. شیطون جان من میتونم تو رو شیشی صدا کنم؟ بابا بکش بیرون دیگه از این زنبسته. نه چیزی نیست، بذار راحت باشه. آره راحت باش. قربونه. شیشی جان من میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ بفرمایید. تو برای اینکه به آدم سجده نکردی خدا دکمه‌تو زد و از بهشت بیرونت کرد دیگه، درسته؟ آره. خب پس بعدش چه جوری تونستی بیای تو بهشت آدم و حوا رو گول بزنی؟ والا قبل اینکه می‌خواستم از در برم بیرون جلو راهم بودن دیگه، همونجا گولشون زدم بعد رفتم. پیچوندیا. بابا ول کن اینو. اوه گیم آف ترونز سکانس خفن. هیچ وقت نتونه 3 سکانس رو ببینه. حکمتت شکر. تو هنوز رابطت باهاش شکرابه؟ آره. خب یه سجده می‌کردی دیگه مومن. من مومن نیستم. والا تو از یه سری مومن تری. بابا درکش از این چه خدا خورده. کاریش ندارم که تو هم حالا هی شلوغش می‌کنی. پشیمون نیستی؟ من چه میدونستم قراره به این روز بیفتم.
کجا میری؟ از یه سری مومنت من برم سر کلاس یکی از مسئولین درس چگونه بیشترین حق الناس رو به گردن خود بیاندازی. عجله دارم باید برم. یه چای می‌خوردی بعدش می‌رفتی. عجله کار شیطونه. بریم ویدیو بعدی. مام بزرگ. بله. سلام. سلام، بیا تو مهدی جان. میوه بخور پسرم، تازه است. چه تازه است. نمیخورم مام بزرگ، دست درد نکنه، میل ندارم. اینجا نمیخورم و میل نداریم. بخور، تازه است. این گلابیه برای عید پارسال، تازه است. برای عید پارسال تازه است. یه چند وقت تلویزیونم روشن نمیشه، نمیدونم چشه. تو میتونی درستش کنی؟ مام بزرگ بده کنترلش ببینم چشه. مادر بزرگ شما هم اسمتون یه چیز دیگه میگه؟ چرا همه مادر بزرگا اسمای ما رو یه چیز دیگه میگن؟ یعنی چیزی که هستیم و یه چیز دیگه بهمون میگن. و چه جوری اسم ما رو بلد نیستن بعد اون اسم ما رو بلدن؟ بریم ادامه ویدیو. مهدی جان دیروزم با گوشیم شماره مامان تو میگرفتم، بوق نمیخورد. اینم میتونی درست به تلفن میگه گوشی به گوشی چی میگم؟ دستم که تو هم دلم باران. به گوشی میگه کنترل به کنترل میگه. خوب شد. مهدی جان چرا تو باهوشی؟ خب مام بزرگ من دیگه برم. نه کجا بری؟ بشین غذا بیارم بخوری. نه زحمت نکش مام بزرگ، من میوه زیاد خوردم با. چی؟ هیچ غلط کرد. وای خیلی برنج ریختی. چه زری زدی؟ هیچی میگم خیلی خوشمزه است، دست درد نکنه. تو تهش باید بخوری وگرنه اینجا زنده بیرون نمیری. چقدر شد؟ چی شد پسرم؟ هیچی مام بزرگ، رو زمین خوابیدم کمرم درد گرفته. میگم مام بزرگ نمیخوای برای اینجا یه دست مبل بگیری؟ پلیس. نگران نباش مام بزرگ، خودم از مبلینکس با روزی 200,000 تومان برات یه دست مبل آماده خوشگل میخرم. 24 ساعتم میام تحویلت میدم. با روزی 200,000 تومان؟ آره. چه خوب. پس من برم یکم برات میوه و شیرینی بیارم بخوری چون بگی. مام بزرگ تو رو سر جهت چیزی نیار دیگه. یا مامان جان. چقدر شده؟ خوردی پسرم؟ خوشمزه بود؟ آره دست درد نکنه مام بزرگ. خب پس خیالم راحت شد. چطور؟ این شیرینی ها برای شب عروسی بود. یکمش یخچال وای تشنج کرد. بریم ادامه ویدیو. چی شده؟ الحق که دیوبی. اون به خدا برای من نیست، رفیقم جا گذاشته. چیو؟ هیچی. یادت میگفتی اگه 1,000,000 بشم اون وقت زن میگیرم؟ چیه مامان؟ خب گل پسر گفتی 1,000,000 بشم زن میگیرم. بعد از اینکه زدم شما رو یادته. مامان درکش از ما. الان 5,000,000 شدی. وای آقای مهدی دو ذوق کنید لطفا. ذوق بیشتر؟ گردنش شو. 5,000,000 شدی. هنوز زن نگرفتی، مست رو به نشسته. خب الان باید 5 تا زن بگیرم پس. یعنی چی؟ خب اون زمان 1,000,000 شدم، قرار بود یه زن بگیرم، الان 5,000,000 شدم، باید 5 تا بگیرم. چه زری زدی؟ شطور نپخته؟ نه ببخشید. پاشو بریم خواستگاری. کی کجا مادر من؟ وایسا یه لحظه. دقت کنید شطور نپخته مستراب نشسته، یعنی حتی خودش تو ویدیوهاش فوش جدید از خودش ابداع میکنه. بریم ویدیو. یه عروس خوب میخوام بگیرم. عروس دایی حمید چطوره؟ خوبه؟ وقتی این پتکو تا حلقوم کردم تو سوراخ دهنت میفهمی نکبت نجاست. منظورم اینه که حالش خوبه، دیدم استوری گذاشته حالش بد بود. پاشو اینقدر زرت و پرت نکن. ماما من زن نمیگیرم. برای چی یکی دیگر رو بیارم کنار خودم که بدبخت بشه؟ امثال من جوون چی داریم مگه؟ نه خونه ای، نه شغلی، نه آینده ای، نه پولی، نه کاری، هیچی نداریم. یکی دیگرم بیارم کنار خودم که 1000 تا رویا و آرزو داره و من هیچ کاری نتونم بکنم که اونم حسرت به دل بمونه. امثال من جوون داره عمر و جوونیشو میگذره تو حسرت یه زندگی ساده و معمولی هستیم. بعد شما انتظار دارید ازدواج کنیم؟ آناناس. چی؟ هیچی. آناناس؟ آره اگه میخوای ازدواج کنم انتخابم فقط آنا د آرماسه و تمام. حله. آره برو آمریکا بیارش. مادر ساده ای من. آوردش. ماما این که آنا د آرماسه. آره پسرم خودت گفتی. مبارکه.
وای میکشمت مثل سیگار مونتانا. بچه خدای زمانی هنوزم هست، ولی یه زمانی متین دو حنجره اسطوره‌ای بود برای خودش، به خدا. هنوزم البته هست تا خیلی هنوزم طرفدارشن، ولی خدایی یه زمانی بدجور طرفدار داشت. ویدیوهاش آهنگاش عجیب خوب بودن. بریم ادامه ویدیو. به به آقا اگه میشه همینجا نگهدت من پیاده میشم. پسی میخوری از من و هوادارام. آقا اگه بشه همینجا این بغل من پیاده میشم. دیگه نمیشه با اسم M2H. آقا بخواد من کاری نکنم، اگه میشه همینجا نگهدت من پیاده میشم. مافیا به آقا این داره چرا باسته میشه؟ چرا خورد کردی داره غلط کردم. اگه میشه همینجا من پیاده میشم. آقا کمک. مهدی جان پسرم، کنترل تلویزیون رو برام میاری؟ با تو هم پسرم، کنترل تلویزیون رو برام میاری؟ اونه خانوم، این بچه چرا داره مثل بز به آدم نگاه میکنه؟ وا عمت بازه، چیکارش داری بچه‌مو؟ چیزی نیست مامان جان، بازتو بکن. میخوای برات غذا بیارم؟ چه مامان جان؟ غذا میخوای غذا بیارم؟ کری میگم میخوای غذا برات بیارم؟ کری میخوای غذا بیارم؟ اسکله سلام. مامان چرا دمپایی پرت میکنیم؟ چه کاری؟ شوخی کردم. دوست رفت؟ آره یکم از اون برنجا که پخته بودی بهش دادم ببره خوابگاه بخوره. خوب کاری کردی. تو چه ریختی برنجا بهش دادی؟ همون قابلمه تفلونت که تو کابینت بود. اوکی. چیه؟ چی شد مامان؟ الان چه قابلمه‌ای منو دادی بهش؟ حساسیت مادرها روی وسایلشون. تو بیاره من پیر میشم. میاره. آخ قلبم. مامان قابلمه‌ای قشنگم رفت. یعنی چی میاره؟ خب چرا اینجوری میکنی؟ حافظه قابلمه تفلون. حاجی صداشم خدای خوبه. مامان بله این پتوی منو میشوری؟ باشه. پتوی گلبخت رو داره برد. کو پتوت کو؟ اینجا مال من نبود، همیشه مال مهمونا بود. شده این پتو رو از کجا آوردی؟ از تو جا رخت خوابی. چی شد؟ اون پتو نابود گذاشته بودم برای مهمون. چیزیش نمیشه که انداختم رو خودم. تو منو نابود کردی. قلبم بخوابم بعد پا میشم میذارم سر جاش. پتوی گلبخت قشنگم میخوام باش بخوابم فقط. خدا حافظه پتوی خوشگله مامان. خدا حافظه داغ بر دلشم. اوه خواب باشی دارینه. تو تنها نمیمانی. آفرین گل پسر من، دستت درد نکنه. قربونت مامان جان، وظیفمه. فقط آخر سر کارت تموم شد سینک ظرفشویی یه دستمال بکش. دستمال برای چی؟ کثیف نیست که. چی؟ دستمال برای چی بکشم؟ آب ریخته دیگه خوش میشه. لک بشه خوش بشه لک میشه. بعد 2 ساعت دستمال بسام چیز دستمال بکش. ول کن دیگه لک نمیشه که آب خوش میشه. شت. خب آخری حقش بود. آخری حقش بود. خدای آخری حقش بود. تمام مادرها روی قابلمه‌ها و تفلونشون بدجور اساسن که اگه سیم کفش کشیده بشه جنازت روی زمینه. خب بچه ها مرسی که ویدیو رو دیدید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، کامنت های خودتون رو برام بذارید. کامنت های خود چی میگم خدایی بچه ها، خیلی وقت ویدیو نگرفتم مثلا کلا لمش دستم در رفته. کامنت ها و نظرات خودتون رو برام بذارید. بازم همون شد، باز نظرات خودتون رو توی کامنت برام بذارید. تا یک ویدیو دیگه فعلا see you later. خواستم چیز جدید بگم see you later.